مقامات امور زمین تاجیکستان میگویند در نیم سال اخیر در جریان مذاکرات با دو همسایه کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز پیشروی‌ها حاصل شده است. 519 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی در سمت راهبران کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیون سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان موافقت کرده شده به امضا رسانده شده است. مقامات هر دو کشور میگویند که در خط مرز دو کشور بیشتر از 400 کیلومتر مرز مشترک هنوز علامتگذاری نشده است و در این مسئله مذاکرات بین دو کشور ادامه دارد. زمین‌های بحثی میان تاجیکستان و قرقیزستان اساساً در منطقه کوهستانی ولایت سوخت با قرقیزستان باقی ماندند. این زمین‌های بحثی با قرقیزستان سرحدی از ناحیه دیوشتیچ تا اسفره را در بر می‌گیرد. منطقه واروخ نیز یکی از مناطق بحثی است که تا حال حل نشده است. ما بسیار معامله ما با همسایه‌ها خوب است، روز به روز بهتر شده ایستاده است و من باوری کامل دارم که این همش به خوبی انجام می‌یابد. رجب احمدزاده اینچنین درباره با پیشروی‌های در گفتگوشویی با جانب ازبکستان هم صحبت کرد. اینچنین 107 کیلومتر گزارش خط سرحدی دولتی میباشد. در سطح راهبران کمیسیون بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اوید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیون سرحدی دولتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان موافقت کرده شده به امضا رسانده شده است. همگی باقی مانده تقریبا 93 کیلومتر امروز بحث طلب بوده. روزهای نزدیک من باوری دارم که بین گفتگوی دو جانبه ما در روزهای نزدیک ما این کارها را آینده به انجام می‌رسانیم. احمدزاده از شرح بیشتر این موضوع خودداری کرد و از جمله نگفت که سازش کی امضا شده، مشخصاً کدام قطعه‌های بحثی مرزی را در نظر می‌گیرد. از این پیش مقامات ازبکستان گفتند که تاجیکستان و ازبکستان در زمینه حل و فصل بحث‌های مربوط به خط سرحد دو کشور به پیشروی‌ها دست یافتند. وزارت امور خارجه ازبکستان گفته است که از 1284 کیلومتر مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان 86% قلمروش تعیین و علامتگذاری شده، سرنوشت 14% باقی مانده‌اش در حال بررسی قرار دارد. یکی از مسائل داغ حل نشده مرزی دو کشور آبانبار فرهاد است که در ولایت سوخت جایگیر است. جانب ازبکستان می‌خواهد درباره آن با تاجیکستان به موافقه رسند. ازبکستان به این پندار است که این آبانبار به آنها تعلق دارد. جانب تاجیکستان در موقع برعکس آن پافشاری دارد. ولی روز 17 ایول رئیس کمیته زمینی تاجیکستان وجود بحث در مسئله منسوبیت آبانبار فرهاد را رد کرد. او افزود آبانبار فرهاد همش در حدود تاجیکستان است و برای این حجت‌های تصدیق کننده موجود است. آخرین مذاکرات بین دو کشور در این زمینه یکم این سال جاری به انجام رسیده است. قبلا تاجیکستان در سال 2009 یک توافقنامه را در مسئله تعیین خط مرز با ازبکستان به امضا رسانده بود که بعداً از جانب پارلمان‌های دو کشور به تصویب رسید.